جورایی میشه گفت به عامیانه شفا پیدا کرده و لحاظ چهره. خب مراجعه کننده عزیزمون اینجان که پستشون خیلی وایرال شد. Slow down, you're doing fine. Can't be everything you wanna be, but borderline tonight. دوستانی که اون برای فضای مجازی هستن که مجدد بنده رو میبینن، چیزی که عیان است چه حاجت به بیان است. همسرم منو نمیشناخت واقعا. یکی دو تا از دوستا پیشنهاد کرده بودن که من باید پاسپورتم تغییر بکنه و بعد اینکه خیلی هم ازم میپرسن چرا پروفایل تو تغییر نمیدی و منم مونده بودم که چی یه دو سه روز بگذره شوک نشه برای اون دوستانی که خیلی صمیمی بودن ولی هیچ عکس العملی نشون نداده بودم و چقدر من شوکه شدم. باورم شد که واقعا چه تغییری کردم. حالا یه جورایی میشه گفت به عامیانه شفا پیدا کرده و لحاظ چهره که بار اول که خودم رو دیدم واقعا قبلا میگفتم چطوریه بعضیا چهرهشون تغییر میکنه، من واقعا خودم رو نشناختم، یه شوکی بود و بعد اینکه اون شوکه باعث شد که من یه تفال بزنم. واقعا به خدا بچه‌ها میخندیدن بهم، ولی تجربه قشنگی بود بدون دردسر و آسیب پذیری خیلی کمتر به اون چیزی که میخوایم با هزینه مناسب. البته میگم انتخاب دکتر خیلی خیلی مهمه، من اینو بدون اغراق میگم و کلا آدمی نیستم که فقط یا حالت یه چیزایی رو فقط تبلیغ بکنم. رو صورت خودم دیدم و خیلی خیلی هم خوشحال و شادم از این قضیه.